سلام به همه گیمرای عزیز. کیه که از جم و الماس مجانی بعدش بیاد ها؟ هممون میدونیم اون حس خوب یعنی چی. وقتی یهو کلی جم میگیری و میتونی خفن ترین آیتمای بازی رو باز کنی. فکرشو بکنید. توی بازیایی مثل فری فایر، کلش آف کلنز یا پابجی، جم یعنی خود قدرت. باهاش میتونی اون اسکین لژندری رو بگیری، اون اسلحه خفن رو آپگرید کنی، خلاصه کاری کنی که بقیه انگوش به دهن بمونن. یعنی لذت بازی رو چند برابر میکنه، درسته؟ خب حالا سوال اصلی اینه، واقعاً میشه این جم ها رو مفت و مجانی به دست آورد؟ چون اگه یه سرچ ساده بکنید، اینترنت پر از سایت و اپلیکیشن که داد میزنن جم رایگان همین الان کلیک کن، ولی چقدرش راسته و چقدرش خب الکیه. تو این برنامه میخوایم دقیقاً بریم سراغ همین موضوع و ببینیم داستان از چه قراره. خب بیایید ببینیم اصلا چند راه برای گرفتن جم رایگان وجود داره. بعد از کلی تحقیق و بررسی ما به این نتیجه رسیدیم که کلاً 3 تا مسیر اصلی بیشتر جلو پاتون نیست. هر کدوم هم خوبی‌ها و بدی‌های خودشونو دارن. بریم ببینیم این 3 تا راه چیان. اینجا یه جدول داریم که این 3 تا راه رو خیلی ساده مقایسه میکنه. راه اول که همه باهاش آشناییم، تلاش داخل بازی یا همون گرایند کردنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا توی کلش آف کلنز چالش‌ها رو کامل کنی تا جم بگیری. راه دوم کانال‌های رسمی هست. مثلا خود شرکت گارنا گاهی یه سری کد جایزه یا همون ریدیم کد برای فری فایر میده. و راه سوم که خیلی هم سر و صدا کرده، اپلیکیشن‌های شخص ثالث هستن. چیزایی مثل گوگل اپینیون ریواردز که شاید اسمشو شنیده باشید. خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد. این اپ‌های جایزه بده چطوری کار میکنن؟ از کجا میارن که به ما جم رایگان بدن؟ پولشون از کجا میاد؟ الکی که نیست. پشت این قضیه یه مدل اقتصادی کاملا مشخص وجود داره. بیایید با هم ببینیم این چرخه چطوری میچرخه. قضیه خیلی ساده تر از چیزیه که فکر میکنید. ببینید، شما یه کاری برای اون اپلیکیشن انجام میدید. مثلا یه ویدیو تبلیغاتی میبینید یا یه نظرسنجی کوتاه پر میکنید. در حین این کار یه تبلیغ به شما نشون داده میشه. اون شرکتی که تبلیغ کرده به صاحب اپلیکیشن پول میده و در نهایت صاحب اپلیکیشن یه تیکه کوچولو از اون پول رو به عنوان جایزه به شما میده. پس در واقع شما دارید وقت و توجهتون رو با یه جایزه کوچیک معامله میکنید. رایگان هم نیست. دقیقاً. این یه معامله دو طرفه است. اونا از تبلیغات پول در میارن، شما هم یه سهم کوچولو از اون کیک رو برمیدارید. فقط یادتون باشه این روش‌ها قرار نیست شما رو پولدار کنن ها، بیشتر شبیه یه جور پول تو جیبی دیجیتالیه. باید کلی صبر و حوصله به خرج بدید تا بتونید یه مقدار جمع قابل توجه جمع کنید. انتظار نداشته باشید یه شب میلیاردر بشید. خب تا اینجای کار همه چیز خوب و قانونی بود. اما حالا وقتشه که بریم سراغ قسمت تاریک ماجرا. دامها و خطرهایی که سر راهتون قرار داره. مخصوصا وقتی پای روش‌های غیر رسمی و برنامه‌های هک وسط میاد، قضیه خیلی جدی میشه و ممکنه خیلی براتون گرون تموم شه. وقتی میگیم برنامه‌های هک منظورمون چیه؟ منظورمون دقیقاً اون سایت‌ها، اون اپلیکیشن‌ها، اون نرم افزارهایی هستن که با تیترهای بزرگ و چشمک زن بهتون وعده جم بی‌نهایت یا الماس رایگان نامحدود میدن و معمولاً ازتون میخوان یه فایلی رو دانلود کنید یا یوزرنیم و پسوردتون رو یه جای مشکوک وارد کنید. شک نکنید که این خطرناکترین راه ممکنه. و عواقبش خب میتونه یه فاجعه واقعی باشه. اول از همه اکانتتون برای همیشه بند میشه. یعنی تمام زحمتی که براش کشیدید دود میشه میره هوا. بدتر از اون ممکنه گوشیتون یا کامپیوترتون پر از ویروس و بدزار بشه. و از همه بدتر اطلاعات شخصی و بانکیتون دزدیده بشه. بعضی شرکت‌ها مثل گارنا حتی پا رو فراتر میذارن و حسابتون رو با جم منفی جریمه میکنن. یعنی نه تنها چیزی گیرتون نیومده، کلی هم بدهکار میشید. پس ببینید انتخاب خیلی مشخصه. از یه طرف هکا هستن که شاید به نظر سریع بیان، ولی ریسکشون به شدت بالاست. یعنی ممکن همه چیزتون رو از دست بدید. از طرف دیگه اپ‌های جایزه معتبر هستن. آره کندن، زمان برن، ولی ریسکشون خیلی خیلی کمتره. البته تاکید میکنم به شرطی که اپ معتبر و شناخته شده باشه. خب حالا چطوری یه گیمر هوشمند باشیم و گول این کلاهبردارا رو نخوریم؟ میخوام چند تا نکته خیلی ساده و کاربردی بهتون بگم که مثل یه جعبه ابزار همیشه همراهتون باشه و بتونید سایت‌های تقلبی و فیشینگ رو سریع تشخیص بدید. نکته اول که شاید مهمترین هم باشه، همیشه آدرس سایت یا همون URL رو با دقت نگاه کنید.
کلاهبردارا خیلی زرنگن، میان با یه تغییر کوچیک توی اسم سایت شما رو گول میزنن. و این نکته رو هم آویزه گوشتون کنید، هر درگاه پرداخت آنلاینی توی ایران که میخواید توش اطلاعات کارتتون رو وارد کنید، آدرسش باید حتما به shaparak.ir ختم بشه. غیر از این بود شک نکنید که تقلبیه. نکته دوم، اون علامت قفل کوچولو و عبارت HTTPS اول آدرس سایت رو دیدید. اینا نشونه اینه که اتصال شما به اون سایت امنه. این یه نشونه خوبه، ولی حواستون باشه، دیگه به تنهایی کافی نیست. الان خیلی از سایت‌های کلاهبرداری هم این گواهی امنیتی رو میگیرن تا شما رو گول بزنن. پس این فقط یه تیک از چک لیست شماست، نه همه چیز. و نکته سوم، اگه وارد یه سایتی شدید و هی پشت سر هم پنجره‌های جدید باز شد و ازتون یوزرنیم، پسورد یا هر اطلاعات شخصی دیگه‌ای خواست، این یه زنگ خطر خیلی خیلی جدیه. سایت‌های درست و حسابی هیچ وقت اینجوری سمج نمیشن. نکته آخر هم اینه که یکم کاراگاه بازی در بیارید. به خود محتوای سایت دقت کنید. اگه پر از غلط املایی و نگارشی بود، اگه عکساش بی‌کیفیت و داغون بود، اگه هیچ شماره تماس یا آدرسی برای پشتیبانی نداشت، خب اینا همش داد میزنه که سایت فیکه و باید سریع ازش خارج بشید. خب بعد از همه این حرفا میرسیم به سوال اصلی. بهای واقعی کلمه رایگان چیه؟ ببینید، هیچ چیزی تو این دنیا واقعا رایگان نیست. شما همیشه دارید برای اون جمع‌های به ظاهر رایگان یه هزینه‌ای پرداخت می‌کنید. این هزینه گاهی اوقات وقتی که میشینید و کلی تبلیغ می‌بینید، گاهی اطلاعات شخصی شماست که دارید در اختیار یه اپلیکیشن قرار میدید و تو بدترین حالت این هزینه امنیت اکانت و کل اطلاعات روی دستگاهتونه که دارید به خطر میندازید. مهم اینه که قبل از هر کاری بدونید دارید چه هزینه‌ای رو پرداخت می‌کنید. و در نهایت میخوام این سوال رو از خودتون بپرسید. توی بازی برای شما چی با ارزش تره؟ وقتتون یا پولتون؟ اینکه ساعتها تلاش کنید تا چیزی رو به دست بیارید یا اینکه پول بدید و سریعتر بهش برسید. هیچ کدوم از این راه‌های اشتباه نیست. هر دوتاش انتخابه، اما انتخاب شما چیه؟ مهم اینه که هر راهی رو که میرید هوشمندانه و امن برید. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید.